عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سوخت گفته است که نرخ خدمترسانی توی خانه ها، کرایه لباس عروس و خدمترسانی نواربرداران و سرایندگان نهایت گران است و باید تنظیم کرده شود. در مجلس آخران وکیلان خلق ولایت سوخت که روز 7 اکتبر در خوجند جریان گرفت، عبدالرحمن قادری گفته است ارزش 3 ساعت کرایه فتح عروس 8000 سامانی، نرخ خدمترسانی توی خانه ها 8-10,000 سامانی و 3 ساعت آوازخوانی هنرمندان 8000 سامانی است که از این نرخ‌های گران مردم به داد آمدند. تأکید قادری به اجرای قانونی تنظیم و رسم آیین ها بود که 10 سال پیش قبول شده، سال جاری بعدی تغییر و اضافه ها تکمیل گردید. این قانون که اکثر پهلوهای معیشت و تفریح و مراسم عزای ساکنان را تحریر کرده است، یکی از بحث برانگیزترین قانون‌های سالهای اخیر به شمار می رود. پرزیدنت امامعلی رحمان، یک تشبثکار قبول این قانون، گفت در دوام 10 سال اجرای این قانون 18 میلیارد سامانی پول مردم صرف شد. برخی از مقامات بلندپایه بعد این هم تلاش میکنند پهلوهای دیگری مرکه های مردم را تحریر کنند و ظاهرا تاکید رئیس ولایت سوخت هم ادامه این کار است. مظفر یونسوف، رهبر شعبه تحلیل و اطلاعات دستگاه اجرایی ولایت سوخت، روز 12 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق قانون تنظیم شماره مهمانان توی و مرکه ها خیلی کمتر مقرر شدند، اما نرخ خدمت رسانی توی خانه ها مثل پیشتر باقی میماند. یونسوف افزود که بعد سخنرانی رئیس ولایت با دستور او یک کمیسیه ویژه اساسناکی نرخ خدمت رسانی توی خانه ها را برای مردم میسنجد و از نتیجهش به رئیس ولایت جهت اندیشیدن چاره پیشنهاد میکند. رئیس ولایت سوخت در این اجلاس دستور داده است که در نزد شعبه های عقد نکاح شهر و ناحیه های ولایت مرکزهای مخصوص خدمت رسانی اجتماعی تشکیل کرده شود. یونسوف گفت مرکزهای اجتماعی از دسته هنرمندان، رابیهای توی، نواربرداران و اینچنین ماشین‌های آراسته برای شه و عروس عبارت خواهند بود. در برابر تأسیس مرکزهای اجتماعی، عبدالرحمن قادری تکلیف کرده است که نوعروسان من بعد از ببر کردن فتح دست کشیده به لباس ملی مثلا اطلس رو بیاورند. معلوم نیست که تا کجا پیشنهاد رئیس ولایت سوخت در رسم و قاعده های توی دوره این منطقه تغییرات وارد میکند، ولی برخی از ساکنان سرگرم تردد توی میگویند واقعا هم خرج و خراجات توی برایشان گرانی میکند. حامد یوسفوف، یک ساکن شهر دوشنبه که نیت دارد در 2 هفته آینده توی نبیرش را برگزار کند، گفت قیمت بسیار از خدمت رسانی ها از جمله کرایه تنها توی خانه خیلی گران است. به حساب میانه گیرم همه حاضر همین دختردارا خداشون میکنن، این عیب هیچ کی نیست. هم مثال من هم لط و پت و یک چیزایی من این دیوان و بلای و بطر و من همین چیزاخی همین بد نمیشه. مایده معرکه گذرانه خیلی ساو گریستادم خودم نمیدونم که. اما نمایندگان موسیقی و هنر با کوشش تنظیم درآمد آنها در توی نه همیشه راضی هستند. آنها میگویند در شرایط تاجیکستان همین مرکه های مردم است که کار و درآمد آنها را زنده نگاه می‌دارد. نوباور چناروف، آوازخوان گروه هنری شمس، یکی از آوازخوان‌های خوشخرید در عروسی‌های تاجیکی است. او میگوید نرخ هر خدمت رسانی را نه مقامات بلکه بازار معین می‌کند. او گفت ببینید که این چی معنی دارد که مثل هنرمندا باید در توی معرکت تنظیم کنند. اما این یک بی‌معنی داره است. آخر در این بازار از دیگر بازار است. در بازاری که مثل ماشین میفروشند با نرخ قیمت، کسی میخواد ماشین قیمت بخره، کسی میخواد ماشین ارزان‌تر بخرد. چناروف گفت اگر مقامات حق زحمت آوازخوان‌ها را نیز تنظیم کنند، بعضی آوازخوانی و صنعت در کشور خراب می شود، چون که این یگانه منبع درآمدی آوازخوان‌ها است. کنسرت برای در نویه ها برای ما نمیتونیم که بلیت قیمت کنیم، وای بلیتی که ما میفروشیم وای برای روکیروی ما نمیشود، برای خود ما اپاراتور نمیشود، برای ارند نمیشود و این گپای زیاد دارد. این سبب همین است که علاقه مردم ما مدنیت کنسرت داشتن رو فراموش کردن. نمیفهمند مدنیت کنسرت در ما شد کاسته خراب است. از جاری شدن قانون بحث برانگیز تنظیم رسم آیین در تاجیکستان 10 سال پر شد. سال 2017 طلبات قانون به مراتب سخت‌تر شده، دادن طعام در همه مرکه‌های عزا منع شد.